ما توی کثافت، توی این بدبختی، توی این بیچارگی، بچه‌هامو، خودمو، زنمو، هممو داریم توی گند و کثافت داریم اکیس میریم. من اگه تو شهرمون دانشگاه وجود داشت اصلا به تهران نمی اومدم. مشکلات زندگی تو تهران خیلی زیاده، واقعا تأسف‌آوره. برای یه دختر جدا شدن از خانواده‌اش و زندگی کردن تو تهران به خاطر تحصیل واقعا وحشتناکه. خب یه مقدار کارهای ساختمانی راکت شده و کسانی که دستن در کارهای ساختمانی و کارهای دیگه اصلا بودن، یعنی پول من میتونم بگم تو دست مردم به اون صورت سابق نیستش و ما هم همینطور. من موافقم واقعا با این بسته شدن سینما، برای که همون موقع هم که ارزون بود خیلی فیلم‌ها ندیدنش بهتر از دیدنش بود. الانم که بسته شده اصلا اهمیتی نداره. مگه میشه؟ مگه امکان داره مردم گوش نخورن؟ گوش که نخورن، پرتقال نارنگی که کیلو 6 تومن بخورن، چی بخورن آخه؟ من روزی 10 تا موز دارم، روزی 10 تومن، خونم نارمکه، از نارمک بیام تا اینجا روزی 3 تا کرماشین میدن، درسته؟ روزی چقدر گوش بگیرن؟ 1 تومن گوش بگیرن بخورن با 4 نفر 5 نفر. شما قبل از جزء کسانی بودین که میبره تحریم کرده؟ تقریبا. الان باز گرون بشه تحریم میکنی؟ 100%. شما خودتون جزء کسانی بودین که میوه گرون شده بود تحریم کردن؟ بله بله. الان بازم حاضرین شما؟ بازم حاضرم. الان والا در حال حاضر از سال جدید به این ما که اصلا ماشین نفروختیم و مراجعه نمی‌کنن. من پولمون ندارم که بخرم دیگه. یعنی شما در سال جدید اصلا فروش نداشتیم نه.